عبدالرحمن محمد با دیدن عکس پیوندانش در تلفن اشک می‌ریزد. آنها روز 8 اپریل در حمله مرگبارترین اسرائیل به لبنان کشته شدند. محمد از سوریه که بیش از 10 سال است در لبنان زندگی می‌کند، نیز در این حمله خانه و بعضی نزدیکانش را از دست داده است. خواهرم را از ماشین فروردم و او به خانه در آمد. خودم از پس کاری رفتم. همان وقت ضربه زدند. وقتی برگشتم بنا نبود. خواهرم و اعضای دیگری عائله را نیافتم. هیچ کدامشان را. خانواده‌های ماتم زده برای شناسایی جسد نزدیکانشان به بیمارستان دانشگاه رفیق حریری آمدند. ماموران امدادی جسدها را به اینجا آورده تابوت‌ها را بیرون میبرند. گروهی دیگر زخمیان را در کوچه طبابت میکنند. مدیر بیمارستان نتوانست که شماره دقیق جسدها را در سردخانه بگوید، اما تاکید کرد که تلفات بسیار زیاد است. خیر حمیه میگوید که در این حمله ها 2 خویشاوندش را از دست داد. من در حی سلوم بودم. این دختر هنگام ضربه زدن هواپیما در آنجا بود. ما او را به شفاخانه رسول الاعظم بردیم. آنها طبابت کردند. سر برادرش هم جراحی شد. پدرش و یک برادر دیگرش کشته شدند. تنها یک برادرش ماند. ما چیکار کنیم؟ با من بگویید ما چیکار کنیم؟ حمله اسرائیل به لبنان بعد از آن بیشتر گردید که امریکا و ایران روز 7 اپریل گفتند که به آتش بس 2 هفته‌ای راضی شدند. اسرائیل و واشنگتن میگویند که لبنان شامل آتش بس امریکا و ایران نمی شود، اما جمهوری اسلامی و پاکستان گفتند که لبنان بخشی از سازش آتش بس است. پاکستان برای حل نزاع بین امریکا و ایران میان روی می کند و انتظار می رود گفت و شنید جانبها روز 11 اپریل در اسلام آباد صورت بگیرد. به نظر می رسد برای محمد حمیه و صدها نفر آسیب دیده دیگر در لبنان این نشست و برخاست ها چندان اهمیت ندارند. حالا آنها برای دفن کردن نزدیکانشان آماده می شوند.